بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستای نهایت عزیز و گرامی. خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشین. خب دوستای عزیز، موضوعی که امروز قرار است که ما به معرفی بگیریم دیتا انتری در سیستم HMIS هستند. یعنی چه قسم ما میتونیم نمرات معاصرین در این سیستم درک نماییم. خب دوستای عزیز، در این سیستم البته ما ویدیوهای زیادتری را ساختیم. اگر شما خواستین که ویدیوهای بیشتری را ببینین، پس لینک پایین لطفا در دنبال نمایین تا به ویدیوهای بیشتری شما دسترسی داشته باشین. خب ما میخوایم دیتا یا نمرات معاصرین درک کنیم. پس میاییم در قسمت گوگل و در قسمت ما نوشته میکنیم که HMIS، یعنی نامی از سایت ما نوشته میکنیم. دوستا اولین بار سعی کنیم ما با یوزر سر میخونیم که اینجا نوعیت یوزر برای ما نشان میده. وقتی بالای کلیک کنیم سه نوع یوزر برای ما نشان میده. یک یوزر کارمند است، استاد است و همچنان محصل هستند. از یوزر کارمند رؤسا، آمرای دپارتمنت و مدیر تدریسی داخل شده میتونه و همچنان از یوزر استاد میتونه فقط تنها استاد داخل شوند و یوزر محصل میتونه که محصلین داخل شوند و تنها فقط نمرات خود دیده بتواند. خب یک استاد زمانی که هم استاد هستن و هم آمر دپارتمنت هستن، پس میتونه دو تا یوزر داشته باشه. یک یوزری که آمر دپارتمنت است میتونه از یوزر کارمند خود داخل شود و یوزر استاد که داره میتونه از اکانت استادی خود داخل شود. خب فعلا ما یوزر استادی را انتخاب میکنیم و در قسمت میم ایمیل خود انتخاب میکنیم و در قسمت بعدی هم ما پسورد خود در قسمت تایپ میکنیم و گزینه را تیک میکنیم که در دفعه دوم از ما پسورد ما لازم نشود که ما تایپ کنیم و ورود به سیستم میگیم، یعنی وارد سیستم میشیم. خب اگر اولین باری ما باشه یکی ما یوزر و پسوردش هم میگیریم، وارد سیستم میشویم و میخواهیم که پسورد خود تغییر بدیم. مثلا ما پسورد خود تغییر میتیم، میایم بالای نام خود کلیک میکنیم و اینجا یک بار شرایط پسورد برای ما میگه. پسورد میگه باید حداقل شامل 8 کاراکتر باشه، حروف بزرگ انگلیسی داشته باشه، حروف خرد انگلیسی داشته باشه و همچنین شامل عدد باشه و سمبولان ما باید استفاده کنیم. خب پسورد اول خودم ما تایپ میکنیم و بعد از او میخوایم پسورد خود تغییر بدیم. پس پسورد جدید ما در این قسمت تایپ میکنیم. مثلا پسورد جدید خود تایپ کردیم و تکرار پسورد جدید خود بازم ما میایم در این قسمت تایپ میکنیم. خب چون ما یک بار پسورد خود تغییر دادیم دیگه نیاز نیست که ما پسورد خود تغییر بدیم و ذخیره نمیکنیم. اگر ذخیره کنیم دوباره باز پسورد ما چی میکنه؟ تغییر میکنه. موضوع بعدی دوستا تابلوی اعلانات هستند. یعنی 3 تا موضوع برای یک استاد نشان داده میشه. یکی تابلوی اعلانات است که استاد باید از جریان اعلانات خبر داشته باشد. دومیش تقسیم اوقات است و سومیش تماس با تیم پشتیبانی است که اینا را هر کدام از اینا را ما برای شما تشریح میکنم. خب در تابلوی اعلانات هر روز هر اعلانی که از طرف سایت مانده میشه ما در این قسمت دیده میتونیم. فعلا ما اینا را کلا مشاهده کردیم، اعلانی جدید نیستن، اینا اعلان قدیمی هستن. پس میاییم در قسمت پیجینگ یک تای دیگر انتخاب میکنیم تا یک اعلانی جدیدی باشه که ما تا هنوز رو ندیده باشیم. خب اینا رو ما دیدیم و میاییم در قسمت پیجینگ سی. خب دوستا سعی کنین در رابطه با افزود نمودن فرم ساده سازی، مثلا این اعلان ما تا هنوز ندیدیم چون برای ما جدید است. بالای از ما کلیک میکنیم و این اعلان ما میبینیم. مثلا به اطلاع تمام نهادها تا با آخر شهر اعلان میخوانیم. و خوبی از این سیستم دوستا هی هستن که کسایی که زیاد فعالیت میکنه یعنی اعلانات میخونه و برای یوزرها مشخص میشه که کدام یوزر در کدام ساعت یا در کدام ثانیه دیدن. فعلا ما اعلانات دیده میره خواندیم و در این قسمت مشخص میشه. سعی در قسمت پایین بعد یکی از آخرین نفرای باشیم که ما اعلانات دیدیم. مثلا ما اعلانات 1 ثانیه پیش دیدیم. مثلا قدرت الله را 1 روز پیش دیدن و همچنین عبدالکبیر را 5 روز پیش دیدن. پس تمام کسایی که می اعلانات مشاهده میکنه این مشخص میشه که کدام نفر در کدام روز اعلانات مشاهده کردن. خب موضوع بعدی دوستا ما تماس با تیم پشتیبانی یک بار میگیم و بعد از روی تقسیم اوقات میریم. در این قسمت یک وقتی اگر در سایت کدام مشکلی پیش بیاید که دیتا انتری نشوند یا کدام مشکل تکنیکی پیش بیاید، پس ما میتونیم یا همراه آمر دیتابیس تماس شویم یا یکی همراه مسئول تکنیکی دیتابیس و تماس شویم تا اینکه مشکل ما حل شود. خب اصل موضوعی که
استاد مسئولیت یک استاد هستن، استاد رویش کار میکنن، قسمت تقسیم اوقات هستن دوستان. زمانی که ما بالای تقسیم اوقات کلیک میکنیم تمام سالها و همون مضامینی که بر یک استاد اضافه شدن در این قسمت نشان میده. مثلا از سال 1398 الی 1400 مضامینی که برای ما اضافه شده، این مسئولیت ما هستن. درجه نمرات از اینا این مضامین هستن که این مضامین باید ما درجه نمراتش کنم. خب مثلا ما میاییم یا کلی سالها را دیده میتونیم، یا از این قسمت ما میتونیم بیایم سرچ کنیم. مثلا میگیم که سال 1402 را برای ما پیدا بکن، فقط تنها هم سال 1402 را برای ما مشخص میکنه. و از این قسمت اگر ما بالای مشاهده کلیک کنیم تمام مضامینش برای ما نشان میده. مثلا ما میاییم تعداد مضامین ما در این سال 1402 نیمه سال خزانی بودن، سمسترش البته، و همچنین تعداد مضامینش 21 تا است. پس ما بالای مشاهده کلیک میکنیم تمام مضامین در قسمت پایین برای ما چی میکنه؟ نشان میده. خب و یک موضوع دیگه هستن دوستا، وضعیت شوقه. وضعیت شوقه رنگ‌های متفاوت در این قسمت استفاده کردن. شوق فعال باشه به این رنگ هستن، غیر فعال باشه تایید توسط استاد شده باشن و تایید توسط مدیر تدریسی شده باشن به این شکل برای ما نشان میده. خب ما میایم پس میگیم که تمام سالها را برای ما نشان بده و یک تایش انتخاب میکنیم. بعضی از معلومات در قسمت ذخیره میکنم. خب یک تا صنف برای از اینکه ما برای خاص مختص رکورد 10 تا محصول در نظر گرفتیم، او را برای شما ما کار میکنم. خب بالا از این سال 1400 کلیک میکنیم و در این قسمت این مضمون ما برش این مضمون ما انتخاب میکنیم. پس بالا از کلیک میکنیم این مضمون برای ما باز میشه با تمام مشخصاتش. خب بالا از این صنف ما میاییم در قسمت کلیک میکنیم. خب چون صنف ما به طور نمونه فقط برای رکورد انتخاب کردیم، برای ما اضافه کردن و چون تعداد صنف 10 نفر هستن. خب ما میخوایم برای از اینا نمراتش انزرت کنیم. وقتی بالای وضعیت شوقه یا معلومات در مورد مضمون ما کلیک میکنیم دو تا موضوع رو برای ما نشان میده. یکی نام مضمون، تمام معلومات درباره مضمون، نامش تطبیق عملی در سیستم‌های پایگاه اطلاعاتی است، کردیتش هم 4 است، پانتونش هم بلخ و کامپیوتر ساینس و دپارتمنت و سمستر و همچنان نام استاد برای ما نشان میده. در قسمت معلومات در مورد شوقه را در اینجا برای ما نشان میده. وضعیت شوقه فعال است، توسط استاد تایید شده نشده چون تا هنوز تایید نکرده میره، و تعداد هفته های درسیش بودن که 16 هفته بودن و تعداد ساعت درسی یعنی 64 کردیت میشه و همچنان حد اکثر غیر حاضرش باید 16 کردیتی، اگر از 16 به بالا شود دیگه محروم هستن. خب میایم نمرات 20% از محصولین ما میرسونم. پس میایم بالای لیست محصولین اگر کلیک کنیم کلی محصولان برای ما نشان میده. یک بار بالا از کلیک میکنیم کلی محصولین برای ما نشان میده. خب دوباره میایم بالا اضافه کردن نمرات 20%. خب سعی کنین دوستا نمرات 20% از اینا را من میرسونم. خب این نفر اول 10 نمبر گرفت، 20 نمبر گرفته و نفر دوم 15 نمبر گرفت. از 20 به بالا را قبول نمیکنه چون 20% هستن. و نفر سوم 13 نمبر گرفته و همچنان 14 نمبر گرفته. این 10 نفر من نمرات از اینا را تکمیل میرسن. مثلا 15 نمبر گرفته و یم 17 نمبر گرفته و یم 19 نمبر گرفته. خب را میگیم 13 است، یم 12 هست و یم 14 هستن. خب 10 تا محصول وقتی نمراتش که ما رساندیم باید هر کدام زمان نمراتش میرسانیم بالا از ما کلیک کنیم تا یکی ذخیره شود و هم ذخیره و کل از اینا را وقتی که ذخیره کنیم پس در یوزر محصول برای هر محصول نشان میده بدون از اینکه ما تایید نهایی کنیم. برای محصولین نمراتش نشان میده. خب ما بالا از اینا کلیک میکنیم کل از اینا ذخیره شدن. پس نمراتی 20% از اینا را ما رساندم.
خب دوستان عزیز، در ویدیوی قبلی ما نمرات 20% صنف رساندیم و در این ویدیو میاییم ما نمرات فاینال، محصلان غایب، محصلان محروم، امتحان معذرتی، چانس 2، چانس 3، چانس 4 و مشاهده شقه و در اخیر تایید نهایی را ما میکنیم. خب ما میاییم در این قسمت بالا چون نمرات 20% ما رساندیم کلش برای ما نشان میده. پس این نمرات 20%ش تکمیل شده. میاییم روی محصلان غایب، یعنی کسانی که غیر حاضر هستند، روز امتحان فاینال نمیای، غایب هستند. مثلا فرض میکنیم که 2 نفر اول ما چی هستند؟ غایب هستند. بالا از اینا کلیک میکنیم، اینا شماره محصلین غایب میرن و بعد از باز میایم محصلانی که محروم هستند، یعنی در این مضمون محروم شدن، دوباره میایم اونا را انتخاب میکنیم. دوستا در مجموع اینا 64 کلا به 64 باشه که در اشتباهی شده. پس میایم فرق غایب با این است که ما در محصلین محروم اگر رساندیم باید تعداد روزهایش هم برسانیم، یعنی هر قدر تعداد روزی که مقدار ساعتش مثلا 48 64 ساعت باشه و در این قسمت هم ما 64 میرسونیم، چون فعلا اینجا که در اشتباه شده 48 هستن، پس ما این تکمیل همون روزها رو میرسونیم. مثلا یعنی 48 باشه و بعدش هم 48 روز غیر حاضر هستن، پس اینا محروم میشه. محرومی این مضمون میشه، ایران محروم میگیم و ایران محروم میشه. یعنی 2 نفر اول بالفرض غایب هستن و 2 نفر دوم چی هستن؟ اینا محروم هستن. خب محصلینی که غایب بودن و همچنان محصلینی که محروم بودن اینا رو ما انتخاب کردیم و بعد از میایم روی شقه امتحان فاینال. خب بالا از ما کلیک میکنیم دوستای عزیز. زمانی که میخوایم که نمرات فاینال برسانیم، پس میایم از این قسمت شروع میکنیم. نمرات 20% از اینا رسانده شده و ما میخوایم نمرات فاینال از اینا را برسانیم. مثلا یعنی نمرات خب تعداد روزهای حاضر از 0 هستن و فعالیت صنفیش مثلا میگیم 10 هستن و همچنان کارخانگیش فعالیت صنفیش هم 10 هستن. نمرات 20%ش 15 هستن و فاینالش هم 55 هستن. پس یک بار بالا از ذخیره میکنیم، خودش در مجموع میکنه و ایره میگیم 9 هستن و همچنان 7 هستن، 17 هستن و ایره میگیم که نمرات فاینال از این 50 هستن و ایره ذخیره میکنیم 83 هستن و بعدش هم محصول بعدش را ما میگیم که مثلا 8 هستن و یم 5 هستن، 19 هستن و همچنان در امتحان فاینالی 20 نمبر گرفتن یا یکی میگیم 10 نمبر گرفتن. پس را بالای ذخیره کلیک میکنیم، این چانس خوردن، یعنی 42 هستن، 42 ناکام هستن. و محصول بعدی ما به همین شکل مثلا ایره میگیم 7 گرفتن و ایره 0 گرفتن و 13 گرفتن و ایره میگیم که 20 نمبر گرفتن و ایره ذخیره میکنیم. این محصول ما هم چی هستن؟ ناکام هستن. خب و یک محصول دیگه خودم میرسن، مثلا ایره میگیم 9 هستن و یم 0 هستن، 12 هستن و در این قسمت هم میگیم که 20 نمبر گرفتن و بالای ذخیره میکنیم یم شماره ناکامی هستن، نه چانس هستن. خب محصول بعدی ما مثلا 10 هستن، یعنی میگیم چی هستن؟ کامیاب هستن و یم 10 هستن، 14 هستن و یم 45 گرفتن. بالا از کلیک میکنیم چی شدن؟ کامیاب شدن. خب سعی کنین در این صنف ما گفتیم که 2 نفر که هستن غایب هستن، 2 نفر محروم هستن و 3 نفر دیگه هم چانس شدن و دیگرایش کامیاب هستن. خب پس میایم در قسمت نمرات. چانس اول دوستان ما رساندیم، پس یک بار شقه خودم ما مشاهده میکنم، کلیک میکنیم، تمام مشخصات و تمام دیتاهایی که ما در قسمت ذکر کردیم برای ما نشان میده. مثلا چند نفر ما ناکام داریم، چند نفر غایب داریم، چند نفر محروم داریم و چند نفر کامیاب داریم. از جمله از 10 نفر ما 3 نفر کامیاب داریم، 2 نفر غایب هستن و 2 نفر محروم هستن و همچنان 3 نفر دیگه هم چانس شده هستن. خب وقتی مطمئن شدیم که شقه ما هیچ مشکلی نداره، پس یعنی 30 روزه صبر میکنیم، به خاطر که امکان داره کدام تجدید نظر صورت بگیره. پس رو ما اسلام میکنیم مثلا آمدیم در بین 30 روز یک محصول تجدید نظر کردن، نمره از او اپدیت میکنیم. مثلا میایم نمره یک محصول کم شده بودن، دوباره نمره از او رو اضافه میکنیم. خب یک نمونهش انتخاب میکنیم، مثلا میگیم که محمد هارون که بودن نمره از این فعال صنفیش 10 بودن، کارخانگیش هم 10 بودن و 20% هم 14 بودن و قسمت
جمع نمرات اشتباه شدن، مثلا 45 نبودن، این 55 بدن، این تجدید نظر شدن و 10 نمبری گرفتن. پس فعلا مجموعش 79 است و ایره که وقتی ما 10 تای دیگر اضافه کنیم ذخیره کنیم 89 میشه. پس فعلا تجدید نظرهای ما هم خلاص شدن. مطمئن شدیم که دیگر وقتی تجدید نظرم نیستن هیچ گونه دیتابیس ما مشکل نداره. از این قسمت بالا میاییم تایید نهایی میکنیم. پس در این قسمت شاخه خود یک بار بازم دوباره ما مشاهده میکنیم که کدام مشکلی وجود نداشته باشه. تجدید نظرها هم خلاص شدن. اگر هیچ گونه مشکلی وجود نداشت پس بالای نمرات کلیک میکنیم و از این قسمت ما میاییم بالای تایید شاخه چانس اول توسط استاد دیره ما تایید میکنیم. وقتی بالای از تایید کنیم دیگر نمیتونیم که در چانس اول ما کدام تغییرات بیاریم یا نمره کم کنیم یا یک نمره محصول ما زیاد کنیم. خب میاییم روی اضافه کردن نمرات امتحان معذرتی. مثلا کسانی هستن که امتحان معذرتی دارن، 2 نفری که غایب بودن اینا میان شماره معذرتی ها. 2 نفر غایب بودن اینا را مثلا ما میتونیم نمرات از اینا را باز برسانیم. مثلا این ما میرسانیم میگیم یک 10 بودن و همچنانی 9 گرفتن و ایرم میگیم که 45 گرفتن و ایرم میگیم ذخیره. خب و بعدیش را میگیم مثلا 8 گرفتن و ایرم میگیم 9 گرفتن و ایرم میگیم که مثلا میگیم که 44 گرفتن و ایرم ما ذخیره میکنیم. پس نمرات از اینا را ما رسانیم. این بوده از نمرات معذرتی. خب دوباره میاییم چانس دوم، بالای از کلیک میکنیم کسایی که چانسی 2 شدن. پس نمرات از اونا را امتحانش گرفتیم، میاییم نمرات از اونا را میرسانیم. مثلا 2 نفر که محروم بودن و 3 نفر دیگه هم چانس شدن. مثلا اینا رو ما میرسانم. نمره زیر ما میگیم 55 هستن، نمره زیر ما میگیم 56 هستن و نمره زیر نفر بعدی که هم کامیاب شدن مثلا 78 هستن و این 2 نفر دیگر را باز میگیم نمره کم گرفتن، مثلا 45 گرفتن، دوباره باز اینا کامیاب نشدن و یم 34 گرفتن. پس اینا رو ما ذخیره میکنیم دوستا. بالای از کلیک میکنیم ذخیره شود، ایرم ذخیره میکنیم، یم ذخیره میکنیم، کل از اینا باید ذخیره شود. خب 2 تای دیگه باز اینجا در قسمت چانس شدن، اینا رفتن در چانس 3. پس میایم باز بالای نمرات کلیک میکنیم و از این قسمت ما میایم بالای چانس 3 کلیک میکنیم. خب محصولی که در چانس 3 آمدن برای ما نشان میدن. سعی کنید دوستا در این قسمت. خب این میگه 45 گرفتن ناکام شدن. خیلی ما میگیم در این چانس 3 کامیاب شدن و این دیگه هم میگیم که کامیاب شدن. پس این ما ذخیره میکنیم و این قسمت پایینش هم ذخیره میکنیم دیگه، چون محصول چانسی نداریم میره در چانس 4 نمیبره، شاقه ما تکمیل شدن. وقتی ذخیره کردیم میاییم در این قسمت، چون چانس 4 ما کدام کسی را نداریم، میاییم بالای مشاهده شاقه. یک بار دوباره اینا را ما مشاهده میکنیم. خب این 2 تا اول هم سعی کنین کل از اینا کامیاب شدن، کل از اینا کامیاب شدن. اما سعی کنین اینا که است در چانس اول کامیاب شدن با رنگ سیاه، این رنگای سرخ اینا که هستن در چانس دوم کامیاب شدن و این 2 نفر که هستن در چانس 3 کامیاب شدن. پس شوقه ما مطمئن شدیم که کدام مشکلی نداره و میاییم در اخیر چانس 3 خودم چی میکنیم؟ تایید نهایی میکنیم. پس بالای از کلیک میکنیم تایید نهایی میشه و یک تایید نهایی دیگه هم توسط مدیر تدریسی صورت میگیره. پس گفتم یک موضوع رو دوستان ما زیاد دقت کنیم رویش، که تایید نهایی تا زمانی که مطمئن نشدیم تایید نهایی نکنیم، به خاطر که دیگه ما تغییرات آورده نمیتونیم.